چرا از فیلیپین آب میارن؟ باید یه چیزی توش باشه که ارزش کشتن آدم رو داشته باشه. از فیلیپین آب میارن، تحویل اسپوتا میدن. اسپوتا هم اونو به شرکت مونتین تحویل میده. البته به جز یک بار که اشتباه میکنه. اون شب گالون اشتباهی رو به باشگاه افسران تحویل میده و وقتی میفهمه کار اشتباهی کرده برمیگرده اونجا تا گالون آبو برداره. نتیجه اینو اونجا میبینه و مجبور میشه بکشتش. خیلی دلم میخواد بدونم تو اون گالون چیه. نظر تو چیه؟ میگم هنوز یه چیزی کمه. یه چیزی که به فیلیپین مربوطه. باید کسی دیگه هم تو این کار باشه. هنوز یه چیزی کمه. پیل، لارنس، اسپوتا، اونا همدیگر از ویتنام میشناختن. همشون تو این کار هستن. اونجا رو نگاه. اونم با لارنس تو ویتنام خدمت کرده. باید از اون یا کسی مثل اون استفاده میکردن. اون تمام تدارکی های شرق رو میشناسه.